دوستای عزیز سلام، امیدوارم جور صحتمند سلامت باشین دیگه. انشالله که ایام مکامشون باشه. دوستا ما اینا امروز آمدیم در هتل هل پارک اسلام آباد که این متر سلکین در پشت سر موقعیت داره دیگه. البته امروز خیلی از مهاجرین در ورده اینجی، البته همون کسایی که کارایش جور شده دیگه. مثلا ما رفتم منی چی کسته منی خودی هتل خیلی زیاد بوده از مهاجرین، خیلی زیاد بود واقعا. با آدم باوردم نمیشه که قدر مردم کارایش جور شده ایه و همونطور موره دیگه. خدا رو شکر همی که دوستا یک نموره اون طرف بخشی از ما جای شکرش باقیه و همون رقم که ما امروز دیدم یک صحنه را که واقعا بخشی از ما خیلی خوشایند بود. خیلی نفرا بود دوستا رو شناختن زیاد بود که مده اونجا دیدم دیگه. کارایش جور شده خیلی خوبه، خیلی هم عالیه دیگه. ما حالی همی که راست راستا دل مسته برم سم طرفی ترمینال که بخیر بایم طرف کویته دیگه. دوستا جایشم خالیه خیلی زیاد. نظر در دیروز پریروز امروز اسلام آباد خیلی هواش تغییر کرده، خنک شده دیگه. هر کس دینی روزا مایه دیگه واقعا باید که بهترین جایه. با ما باشین در ادامه ویدیو. دوستا بسیار باد زیاده دیگه. ما این آردیم خدزی کاکا دیگه درو رهیه یعنی وجه خیرتی مزه الحمدلله. अब कैसे कैसे हो? अभी तो मौसम बहुत चेंज हो गया ना। मौसम अभी दिसंबर आने वाला है ना। हाँ इस्लामाबाद वाला है। हाँ अच्छा पाकिस्तान دوستان دیگه جایشیم کلاه زیاد خالیه. اینه دیگه یک رقم هوا بچیله بیخی زیاد خوب، هوای خنک دیگه. ما قبله 5 متر قرار رهی دیگه. باش که برده فیصل مسیح اگو ویدیوی دیگه هم جور کنیم دیگه. در ادامه برنامه کسته باز میگیریم بخیره که ما در کجا رهی. باش की बोरी د फैसल मस्जिद صار مشاور شي صار وشكي روزم نشان دی خود خودم رشکشتیه کامسا زیادتر جایی که تفریحیه اونجا در شاید امروز شلوغ‌تر باشه، رشکش باشه باش که بریم در فیصل مسجد دوستی رقمه امیدوارم که رشکش باشه همونطور دوستان در اونجا وش کنی دیگه. بو همچه کم مبدی دیگه دوستان اینی کسته سکروریاس هسته دیگه. همین سکروریاس هم امروز رشکش نیه.
اگر گو معلومات پرسان که بیم در کامنت کسته بگیم که بخشیشن توضیح بدیم. ما همچنان سنتر کسته راییم طرف فیصل مسجد دیگه امیدواریم که بار سلامت ببره برسنده دیگه باش لینک نکستور میشه دیگه. یک مناری فیصل مسجد کسته معلوم میشه برام دیگه کم منطقه خیلی برسیم. دیگه دوستا واقعا جایش خالیه دیگه دوستا از خاطر اینکه باد است صدا شاید صحیح نیه دیگه بخشیش باش از بابتچی. معلوم میشه دوستان عزیز سلام، امیدوارم جور صحتمند سلامت باشین. دوستان ما رسیدیم در پیش فیصل مسجد دیگه همونطور آسته آسته راییم تمنی خودی فیصل مسجد دیگه همینطور که منظره رو میگیرین پشت سر تصویر از ما خود فیصل مسجد است. ما همونطور آسته آسته راییم منی فیصل مسجد دیگه امیدوارم که یک ویدیو جور کنیم که مورد پسند کلگی شونه دیگه دوستایی که اگر کدام نظر پیشنهاد یا انتقاد داره در کامنت بخصوص ما بگه دیگه خوشحال میشیم. و دوستا یک چیز نگفتنم نه تنزی پسینم فهم چرا سابسکرایب کم شده دیگه دوستا همونطور کم لطفی مونه دیگه به هر صورت ما کم کم داخل محبت هم میشیم و مرقمی که میگین چهار طرف فضای بسیار عالی فضای سرسبز بسیار انتیک داره و هم رقم در اینی منطقهش که رسیم نمیونه کفش مفش رو تحویل میگره دیگه باش که بینگنیم که دنیا دست اسکیلیه خدا خبر که جورا مراب رم مچم تسکار نبال مونه همی مام جورا مراب را دود کنم باش که چیز کار میشه. دوستان ما کفش را تحویل دادم دینی جی یعنی می آدم که کفش از مر گرفته دیگه باش که بریم که اگر ما چیز را گم نکنم توکنچ را یک رسید داره دیده ام رسید چرا مگه که تو گم نکنی دیگه اگر گم کردی بس به چیز نیست دیگه مقصد خیلی سرخ هم هسته. اوی 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 چیش کسا قافی چی کسا خیلی سرخه. You from? You from? پاکستان. अच्छा. जी हाँ. Are you from? पाकिस्तान. जी माशाल्लाह. دیگه اینا در نظرم که متر قزمو مایا متر در نظرش میاد که موزه گوجایم ده در نظر دیم دیگه دوستان ما رسیدیم در یک صحنه که واقعا جایش خیلی خوب شی خنک هواناک و اینی جایی که است جای صنایع دستی و آثار باستانیه دیگه کتاب میتابه و دیگه و غیره صنایع دستیه منیشی دیگه ما منیش نبارم چرا که چندین دفعه دیگه منیزی رفتم از خاطر خیلی جایش ریزه باز چیه
همی جایش که رزه در این حال باز شلوغه آدم نمیتونه که بره از او فضا کسته یکو ویدیو بگیرن دیگه از او خاطر لازم نیه که من برم ده منیشی دیگه ما همین راست هستا راییم ده منزل دوم و منزل دومش هم کسته یعنی زیرگذره داره یعنی زیرگذر کسته یکم تاریک هم هسته باز یکم باز خوبیشه که خنوکه دیگه ما لازم دانستیم که از این خنوکی استفاده کنیم و بایم دیگه باز بگیریم که منزل بالس چه رقمه که حال بجان دیگه باش که منزل بال در کل یکم منزل بال چیه در نظر منزل بال چی یکم خنوکتره در نظر از من دیگه دوستا گرامات یک باین البته امزی رای زیرگذر باین که خنوکتر از سایه دیگه باش که منزل دوم رسیدیم من دکت ماره دوستا سنی بسیار کلان است و همی رقم ما برو مگو جای بخش شیشتو پیدا کنم که بخی منده کد دوستا کسایی که همدن در چی در فیصل مسجد همدن این جا را دیده پیچیمش آشناه دیگه اینی فضای بسیار باز و قشنگ البته بخش روز کسی کم چیه گرمه خیلی گرمه یعنی می ولی سنگایش پای اشتن نمیشه خیلی زیاد گرمه دیگه همون سایه‌اش کسی کم خوبه و اینی فضایی که میگیرید در خودی مقبره چسبیده در خود مسجد چسبیده دیگه نفرهای نمیتی که میگیرید تل به تل خواه دیگه خدا خبر که از کو چقدر پشت را تاکده هنو منده کفته دیگه دوستا ما میتر راییم تا یکو جای بخشی پیدا کنیم که بیش مندگی خلاص کنیم بسیار زیاد مندگ ده دیگه باش که همون تر یک جای مناسب پیدا میتونم یا نه دوستا یعنی هم جایی که پای منار است و این طرفش هم اصلی ستونی منار است و این طرفش هم اون رقم که میگیرید تصویر پشت سر یک از ستونهای خود مسجد است همین منار یا با قول ساده که پایه های مسجد که به طور عمودی علم شده و دوستا خیلی جالبه که معماریشی دوره‌ای که جوش شده خیلی با ظرافت تمام و خیلی قشنگ ساخته شده دیگه دوستا اینی حوض هم چندین بار ما همدیم اینجی همیشه خالی بوده یک روز نشده که ما کوشش داشتیم که این حوض پر باشه دوستا ما اینی جای پیدا کردم که باید مگلزه بیشیم مندگی خلاص کنم دیگه خیلی هم شدید من داشتم دیگه در ادامه برنامه همراه ما باشین تا
ما یک مندگی خره راست کنم الله اکبر آور تا پرتا بگیرم